یک بانک مرکزی مسئولیت سیاست‌های پولی و مالی کشور رو، حفظ ارزش پول ملی رو و سیاست ارزی کشور رو به عهده داره. بنابراین هر جایی که فعالیتی میشه که تأثیرات خودش رو رو نرخ ارز و روی ارزش پول ملی میذاره، طبیعتاً بانک مرکزی ورود پیدا میکنه و سیاست‌گذاری توی اون حوزه رو انجام میده و رگولیشن اون حوزه رو طراحی میکنه. ما در زمانی که این پلتفرم ها را افتادن، در مرکز کمیته اقدام مشترک طلا رو ایجاد کردیم، به خاطر اینکه هنوز همونطوری که گفتم قوانین همیشه عقب‌تر از در واقع سرعت تحولات توی این حوزه هستن. چون هیچ قانونی براش وجود نداشت و قانون نظام صنفی برای طلای آب شده وجود نداشت، ما وارد شدیم. در واقع رگولاتورها از حوزه‌های مختلف اومدن وظایف حاکمیتشون رو انجام دادن، هم دادستانی، هم بانک مرکزی، بورس و سایر دستگاه اجرایی وارد قضیه شدن و تلاش کردن که این حوزه رو پوشش بدن و یک رگولیشنی تو این حوزه داشته باشن تا قوانینش در واقع تصویب بشه. خب خوشبختانه توی این مرکز با نظر خود فعالان اقتصادی و نهادهای حاکمیتی یک پیشنویسی رو ما تهیه کردیم و در فقدان قوانین این رو دادیم به پلتفرم ها، گفتیم آقا اینها رو رعایت کنید که از اون خالی فروشی و دغدغه‌هایی که حاکمیت داره تا حدودی کم بشه. هرچند که این وظیفه مرکز توسعه تجارت نبود، حالا چون ما اون زمان قانونی وجود نداشت، اون زمان در واقع مقررات تدوین شده‌ای وجود نداشت، وارد این حوزه شدیم. وگرنه واقعا این حوزه‌ای هست که بانک مرکزی روش دغدغه داره و میخواد که در واقع کنترلش رو به عهده بگیره. حالا با توجه به اینکه مقررات رو با دادیم و دوستانمون توی در واقع اصناف و مرکز ملی اتحادیه کشوری فضای مجازی در واقع تونستن این رو ببرن و توی هیئت عالیه نظارت و مجموعه‌های دیگه به تصویب برسونن، طبیعتاً دیگه اون موقع ما میریم برمیگردیم روی وظیفه حاکمیتی خودمون که نظارت بر اینها هست. یعنی در واقع ما سامانه شکایاتی رو داریم، سامانه تخلفاتی رو داریم که بر اساس این نمادی که میدیم کسانی که تخلف بکنن دستگاه‌های ناظر میتونن یا مردم میتونن برن شکایتشون رو ثبت کنن و ما اون موقع وارد عمل میشیم و رسیدگی میکنیم برای اینکه حقوق مصرف کننده تضییع نشه، یا اگر شکایتی وجود داره اون شکایت بتونه در واقع به ثمر برسه و از مجاری قانونیش دنبال بشه. و شما چقدر درگیر بودین توی پیشنویسی که الان بانک مرکزی برده توی کمیسیون اقتصادی دولت؟ آیا مورد تایید شما هست و شما درگیر نوشتن اون پیشنویس بودین یا نه؟ عرض کردم پیشنویس اولیه تو همینجا تهیه شد و موضوعاتش تو همینجا تهیه شد و با نظر فعالان این حوزه تهیه شد. حالا اون چیزی که میره ببینید یه بحثایی هست که بالاخره حاکمیت هم یه سری دغدغه‌ای داره، بانک مرکزی هم یه سری دغدغه‌ای داره که اونها رو توی مراحل بعدی در واقع سعی کردن تصحیح کنن. خب بعضیاش ممکنه که از نظر ما خیلی مطلوب باشه، بعضیش ممکنه خود من یا دوستانمون تو اینجا یا اصحاب چیز ممکنه خیلی باش موافق نباشن، که البته درک اون ساده است برامون. اگر در واقع بخوایم یک فعالیت اقتصادی بکنیم که هم حاکمیت نسبت بهش توجه داشته باشه و هم حقوق مصرف کننده در واقع در نظر گرفته بشه، طبیعتاً باید یک سری محدودیت‌ها باشه که ممکنه در واقع خوشایند همه نباشه. ولی این چیزی که الان داره تصویب میشه داره به یک جنبه قانونی پیدا میکنه و یک جنبه نظارتی پیدا میکنه که فکر میکنم که حقوق مصرف کننده رو بتونه به خوبی رعایت کنه، به نفعی هم که پلتفرم ها ادامه فعالیت بدن، ادامه حیات بدن. شما در گذشته ما همچین پدیده‌ای نداشتیم، مثلا اینکه شما بتونید توی پلتفرم هایی باشه که به صورت شبانه روزی خرید و فروش بکنید تو حوزه طلا. طبیعتاً این موجود نبود و در یک ساعت کاری مشخص بورس رو میتونید اوراقی که توی صندوق‌های طلا هست رو خریداری بکنید. با این امکانی که الان به وجود اومده، این امکان 7/24 و لحظه‌ای طلا خریدن رو میسر کرده برای مردم
منتها از اون برم حاکمیت نگران این هست که حالا مثلا توی ساعات مشخصی فعالیت بکنن که منجر به در واقع تغییرات نرخ ارز یا شائبه دستکاری توی اون نباشه، چون بالاخره حاکمیت هم موضوعاتی داره که مثلا در حالا چه مثلا لزومی داره که مثلا بتونن توی ساعات در واقع نیمه شب مثلا خریداری اینو بکنن. البته ما ذهنیتمون این هست که این پلتفرم‌ها 7/24 هستن، این باید به صورت شبانه روزی فعالیت کنن و طبیعتاً هنوز این هم به تصویب نرسیده، هنوز به صورت قانونی ابلاغ نشده، ولی امیدوارم که بتونن در واقع حاکمیت به یک راهکاری برسه که علاوه بر کنترل اونها بر اینکه مصرف کننده در واقع حقوقش تضییع نشه، پلتفرم‌ها هم بتونن فعالیتشون رو ادامه بدن. نظر کارشناسی مرکز توسعه چیه؟ 7/24 یا موافقه یا مخالف 7/24 بودنش؟ ما اینجا مرکز توسعه تجارت الکترونیک هستیم. ما اینجا سعی می‌کنیم از در واقع اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی و رشدش حمایت کنیم. بنابراین همیشه پلتفرم‌ها رو حمایت می‌کنیم، ولی دغدغه‌های حاکمیت هم از اون ور در نظر می‌گیریم. من فکر می‌کنم با اون سامانه جامعی که رگولیشن رو داره انجام میده و قراره که نظارت بکنه بر ذخیره طلای دوستان و فروش طلاشون و به اصطلاح حفظ موجودی مردم در اون حالا صندوق ذخیره طلا، فکر میکنم اگر اون طراحی بشه و در واقع بتونن این رو لحظه‌ای چک بکنن، میتونه این فعالیت به صورت 7/24 به فعالیتش ادامه بده و ساعت کار مشخصی رو نداشته باشه.